ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. به افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی، رمانی استاد ساتیم اولغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتاری 35. امیر کتاب را از پایانش از چپ به راست ورق گردانده، سرلوحه کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان را یافت و خواند. اندوهی به چهرهش سایه انداخت. کتاب را به دبیر داده فرمود بخوان. دبیر به خواندن شروع کرد. بشد آسیابان دو دیده پرآب، به زردی دو رخسار چون آفتاب. همی گفت کی داوری کردگار، تویی برتر از گردشی روزگار. بدین ناپسندیده فرمان اوی، همکنون بپیچان دل و جان اوی. بری شاه شد دل پر از شرم و باک، رخانش پرآب و لبان پر ز خاک. به نزدیک او اندر آمد به هوش، چنان چون کسی راز گوید به گوش. یکی دشنه زد بر تهیگاه شاه، رها شد به زخم اندر آن شاه آه. به خاک اندر آمد سر و افسرش، همان نان کشکین به پیش اندرش. در چشمانی سپه بود اشک پیدا شد و او فیخ فیخ گریست. حاضران مجلس همه با قیافه های غمگینانه سرهاشان را فرو انداختند. لعنت خدا به آن مرز و مرزبان و آسیابانش باد. دشنام میداد سپه بود، کشندگانی نیایش را پس از 3 قرنی هلاکی او در مرو. وی با دریغ و حسرت می گفتی اگر مرزبانی خاینی مرو یزدگرد را نمی کشت، نیای او عاقبت بر تازیان عربان ظفر می یافت و شاهنشاهی ساسانیان تا این زمان بر جا می ماند. و بلکی این زمان در تخت شاهنشاهی به ارثیت من می نشستم. به دلش می گفت او. بعد از فاجعه یزدگرد هجو سلطان محمود خوانده شد. بعضی اطرافیان امیر آن را با شوق و ذوق، ولی خود امیر با خاموشی اندیشمندانه گوش کردند.
در ملاقاتی دیگر با سپهبودی شهریار، شاعر کتابش را پیشی او گذاشته گفت: چنین اوراق اخباری نیاگانی شماست، شایسته است که من این را به شما تقدیم بکنم. سپهبود به کتاب دست نرسانده یک نفس به آن نظر دوخته ایستاد و گفت: نه مولانا، شما کتاب را نخست به نام سلطان محمود کرده اید. عطای سلطان به شما گرچندی به قدر ارزش کتاب نبوده و شما آن را قبول نکرده اید، ولی به هر حال کتاب از نظر همایونی گذشته است. اکنون این را به من تقدیم کردنتان و قبول کردن من شایسته نمی بود. مانند دیگر مالکان ایران، سپهبودی شهریار هم از سلطانی مقتدیر جنگجوی می ترسید. اگر در درباری غزنی شنوند که شاهنامه‌ای به نام سلطان بوده و موجب ایرادی او شده اکنون به امیر طبرستان تقدیم گردیده و قبول یافته است، سلطان به امیر خشم خواهد گرفت. الحذر از خشم او. از این گذشته وی سپهبودی شهریار هجوی سلطان را خواند و هم در مجلس خود خواند که این هم باعث خشم سلطان نشده نمی ماند. این خوف را باید از میان برداشت. امیر به شاعر چنین ملاحظه بیان کرد: این هجو اگر انتشار یابد و به گوش سلطان رسد، عاقبتش هم برای شما و هم برای ما خیلی بد خواهد شد. هجو را من از شما میخرم و در پیش چشم خودتان میسوزانم. راست میگوید، به دلش گفت فردوسی. اگر عاقبت کار فقط برای او بد می بود، او به آن هیچ اعتبار نمی کرد، زیرا مناسبت بعدینه خود را با سلطان محمود و هرچی باداباد حواله و هر گونه ترس و بیم را از دلش بدر کرده است. اما اکنون در صورت شایع شدن هجونامه خطر به میزبانانی وی هم تهدید می کرد که شاعر این را هیچ نمی خواست و به چنین حال سببگار شدن را به خود تماما ناروا می دانست. شب خواب شاعر گریخت و تا بامداد نخفته خیال و اندیشه های المناکش را در مصرع‌های زیرین طرح کرد. به غزنین مرا گرچه خون شد جگر، ز بیدادی آن شاهی بیدادگر، کزان هیچ شد رنج 30 سالم، شنید از زمین آسمان نالم. همی خواستم تا فغانها کنم، به گیتی از او داستانها کنم. بگویم ز مادرش هم از پدرش، نترسم ز کس جز خداوند عرش. کنم آنچنان رو سیاه از نخست، که نتواند آن را به هیچ آب شست. چو دشمن نمی داند از دوست باز،
بطیغی زبانش کمش پوست باز، ولیکن بفرموده محتشم ندانم کزین بین چون سرکشم. فرستادم ار گفته داشتم، به نزدیک خود هیچ نگذاشتم. اگر باشد این گفته ها ناصواب، بسوزان به آتش بشویش به آب. گذشتم ایا سروری نیک رای، از این داوری تا به دیگر سرای. رسد لطفی یزدان به فریاد من، ستاند به محشر از او دادی من. پگاهی این منظومه را به قبطی هجرنامه‌اش نهاده و سپهبودی شهریار فرستاد. از سپهبود به وی 100,000 دیرمی تبری، قربش نسبت به دیرمی بویهی و غزنوی کمتر رسید. این بود بهای یک نسخه شاهنامه که فردوسی به سپهبود تقدیم کرد و بهای هجوی سلطان که سپهبود آن را از شاعر خریده به آتش سپرد. 2 سال گذشت. فردوسی همانا در طبرستان میزیست. از وطنش خویشانش خط و خبر نبود. از وی هم به آنها خبری نمی رسید. او زنده است یا نه، و اگر زنده باشد به چی حال است، آنها نمی دانستند. خواطر می کشیدند. منیژه بانو می گریست. بی قرار بود که مبادا پدرش در غربت بمیرد، یا بلکه مرده باشد و خاکش در همان طرفهای کسمیاب مانده است. در سال دوم غیبت فردوسی، خواطرکشی خویشان و دوستان او، بیقراری دخترش از حد گذشت. منیژه به کی نالیده می توانست؟ البته فقط به شوهرش. او زاری می کرد که رستمزاد به سراغ پدر و پدر عروسی گم شده بیرود و از او خبری بیارد. رستمزاد وعده به تیرماه داده می گفت که پس از برداشتن حاصل کشتها و تهیه اسباب زندگی زمستان می رود. غمی روزگاری پدر و مادری پیر هم به عهده رستمزاد بود. در طوس آوازه شده بود که سلطان محمود گناه فردوسی را بخشیده است، اما در این باره از غزنی خبری رسمی نرسیده بود. سلطان محمود آن روزها باز به هندوستان یورش نوبتی پیش گرفته بود. منیژه یک ذیل دست برآورده او را دعایی بد می کرد. الها از اسبش غلطیده گردنش شکند، سرش زیری سنگ ها ماند، یا فیلی سواریش او را به زمین زده پای کوب کند. پدر جانم را خار کرد، الها خودش خاروزار بمیرد. در میانه‌های تیر ماه رستمزاد، مردی 40 ساله سالم و به قوت، به سراغ پدر عروسش سفری طبرستان پیش گرفت. راهی دراز و دشوار سواره در 1 ماه طی کرده شد.
نهایت در اولی زمستانی سال 1017 داماد و پدر عروس در شهری آمول به دیداری هم رسیدند. فردوسی با همراهی رستمزاد به وطن برگشتن اختیار کرد. آدمی همه عمر خاکم کجا گویام، زندگی به سر میبرد، میگفت او. پیمانه عمرم که پر شده است، خواه در خاک وطنم و خواه در زیر پای فیلانی محمود بمیرم، برای من تفاوت ندارد. در اولی بهار هر دو سوی خراسان براه افتادند. سفری بازگشت قریب 4 ماه طول کشید. در شهرها و روستاها دوستداران کلامی نفیس شاعر را با میهمانداری ها و مجلس های شیر و سرود از راه باز می داشتند. او گاه‌ها در منزل ها 4-5 روز می ایستاد. شاعر در این سفر می توانست شهرتی خودش و کتابش را نظاره کند. در بین خلق مجلس های شاهنامه خوانی رسم شده بودند. سلطان محمود با عیبمانی به شاهنامه و فرمانی قتل شاعر شهرت و آوازه کتابی او را بیشتر کرده بود و بس. شاهنامه به توسط نسخه برداری ها در سراسری عجم انتشار می یافت. تا آن زمان هیچ کتابی اینقدر به دل مردمان ننشسته بود. فردوسی با رستمزاد به طوس در اولهای تابستان رسیدند. شاعر را خویشان و دوستانش پیشواز گرفته به دیدارش شادی کردند. شاعر پیر رفته بود، پیرتر برگشت، ولی نیروی تنش آنقدر نکاسته بود و حتی بردم می نمود. منیژه به شادیانه برگشتنی پدرش گوسفند کشانده توی داد. 1 هفته پای میهمانان از درگاه فردوسی کنده نمی شد. همدیاران از دور و نزدیک به زیارتش می آمدند. پسان در باش در خانه خود با پرستاری منیژه مهربان زندگانی آرام و یک نواخت شاعر سر شد. اما پیری پیریست. تاب و توان تا رفت می کاست. پاها سوست، چشمانی خیره خیره‌تر، گوشها گران می شدند. از وی به غزنی هم خبرها می رسیدند. سلطان هیچ گمان نکرده بود که شاهنامه تا این درجه قدر و قیمت پیدا می کند و تا این اندازه جالبی حسن توجه خلق می گردد. شهرتی روزافزونی کتاب سلطان را حیران، نفرت و لعنتی خلق بخار کنندگان شاعر دلی او را سیاه می کردند. او می کوشید که درباره فردوسی و شاهنامه او فکر نکند. نام فردوسی برای او مانند دندانی دردمندی گردیده بود که هرگاه اگر دست رسانند درد می کند. به اطرافیانش در حضور وی از فردوسی و یا از شاهنامه یادآور شدن را منع کرده بود. سال 1025 سلطان باری 11 به جهاد هندوستان رفت. در بازگشت می بایست از شهری نهرواله می گذشت. راجع حاکمی نهرواله از دست استیلاگری بی مروت به کوهستان پناهیده در قلعه حصاری شده بود. سلطان خواست آن قلعه را گرفته راجع را به اطاعت آورد، اما وزیرش حسن ابن محمد میکال که
در آن قریبی به جای میوندی تعیین شده بود اعتراض کرد و گفت: لشکری مانده شده را در میان راه به یک مصادمه و مقاتله نو اندرمان کردن بی اندیشگی است. با سلطان فقط همین وزیر با این شیوه گپ زدن می توانست. وی را سلطان دوست می داشت و با نوازش حسنک می نامیدش. از این رو این وزیر به تاریخ سلطنت غزنویان با نام حسنک میکال داخل شده است. محمود از بی تکلفی و حتی از درشتی های او نمی رنجید. با راجع نه جنگ بلکه تهدیدی جنگ بسنده است. وی از تسلیم شدن چاره ندارد، به سخنش افزود وزیر. سحر او ملازم خود را با همراهی 2 نوکر با نامه تهدید آمیز و طلبی تسلیم به قرارگاه راجع روانه کرد. لشکری غزنی دم می گرفت. سلطان در لبی رود چادر زده بود. وقتی که حسنک میکال به جادگری وی به سلام آمد، شاه از او پرسید: به راجع نامه نوشتی؟ نوشتم، فرستادم. این ساعت وی باید نامه را گرفته باشد. جواب داد وزیر: از نام خودت نوشتی؟ چرا؟ از نام سلطانم البته. چی نوشتی؟ حسنک خندید و گفت: فقط 2 سطر. اگر جز به کامی من آید جواب، من و گرز و میدانی افراسیاب. چی؟ تعجب کرد سلطان. کو تکرار بکن. حسنک بیت را تکرار کرد: اگر جز به کامی من آید جواب، من و گرز و میدانی افراسیاب. زبانی پهلوانان، مردانی میدان، گفت شاه. بیت از کیست؟ از ابوالقاسم فردوسی، گفت حسنک. سلطان در جوابی سؤالش منتظری شنیدن این نام نبود. دلش فشرده شد. فرموده بودم که نزد من از او نام نگیرند، گفت او پس از سکوت. امروز نام او ورد زبانی خاص و عام است. پس غلامان سلطانم چطور از او نام نگیرند؟ گفت حسنک و در دستی راستی شاه نشسته سخنش را ادامه داد. بیچاره شاعر این همه رنج برد و ثمر ندید. به پاداشی رنجی 35 سالش چی یافت؟ حکم قتل. از توس آمدگان می گویند که او بیماری بستری است. شاه در ضمیرش از کرده خود در حق فردوسی احساسی پشیمانی می کرد. به خود جزم کرد که به غزنی رسیده چاره از دل شاعر برآوردن آزار گذشته را خواهد جست و بدین رویش زبانی ملامتگران را هم بسته خود را در چشم خلق سفید خواهد کرد. در توس در باششگاه فردوسی آنچه ناگزیر بود روی داد. تیر ماه، هوا ابر و نم، آفتاب در پس تمن غلیظ ناپدید، چهره طبیعت اندوهبار. در شاخهای برهنه درختان سیله های زاغانی سیاه با قیغ و قاغی شادانه سرودی آمدی زمستان را می سرایند. ابوالقاسم فردوسی
در بستری مرگ. به منیژه بانو که در سری بالینی او گریان نشسته است با صدای نیم شنوا می گوید: همه بیایید. ابودلف رستمزاد، پیرمرد نیسانی، روشن، بابک، نبیره های شایر، پسر و دختری رستمزاد و منیژه که در خانه شفت خاموش و غمناک نشسته بودند، در آمده گرد بستری بیمار حلقه زدند. من می روم، ودا می کنم. با آوازی خسته نیم شنوا سخن آغاز کرد فردوسی: منیژه پسر و دختری او دیگر زنان فغان برداشتند. نیسانی که همچنین اشک چشمانش بریشی سفیدش می چکید آنها را آرام کرد. به مرگی من نگرید. من از شمایان راضیم، شمایان هم از من راضی باشید. به هر کدامتان از من یگان وقت آزاری رسیده باشد ببخشید. به هم مهربان غمخوار باشید. یزدان پرست بی آزار باشید. دلهاتان را همیشه از کینه، حسد، ریا پاک دارید. به مردمان نیکی بکنید. خستگی به او دیگر مجالی سخن گفتن نداد. لبانش می جنبیدند ولی سخنش شنیدن نمی شد. وی آرامانه جان استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نفضلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.